با عرض سلام و خسته نباشین دوستای عزیز، به یک ویدیوی جدید با موضوع جدید خوش آمدین. و در این ویدیو برای شما از آن خواهم گفت که چطور در مدت 7 ماه ما از دنیای ارز دیجیتال $52,000 سود کردم. دقیقاً 52,000. البته دقیق نه، کمی بالا کمی پایین. خب در این ویدیو برای شما از آن خواهم گفت که از کجا شروع کردم، اوایل چقدر ضرر کردم و بعدها چطور روی سود رفتم و حالا در کجای بازار قرار دارم. این ویدیو را ببینین. دوستان عزیز، خیلی کسا گفتند که در کجا هستید، در این روزا چیکار نی، زیاد ویدیو جور ننی. عزیزان دل، ما در این روزا یک کار دیگه، مصروف یک کار دیگه هستم، یک کار دیگه را شروع کردم. به او خاطر خیلی مصروفیم دیگه ویدیو جور نمیتونم. البته او کارم کاری است که خودم باید اول یک چند وقت رویش کار کنم. اگر یک جوابی درستی از او کار گرفتم، انشالله او رو ما همراه همگیشیم به اشتراک میلم که همگیم بتونیم از او استفاده کنیم دیگه. اما قسمی که در خیلی موارد مو از دنیا تقریبا یک 2 سال 3 سال 5 سال 2 سال پس هستیم دیگه. ما کوشش نم یک راه دیگر را، یک کار دیگه را که یک راحت هم باشد و خودم 100% از اون مطمئن نشدم، نتیجه مثبت نگرفتم، همراه شما شریک نمونم. تا او زمان منتظر باشین. خلاصه او را همراه شما 100% در آینده های نزدیک، اگر چی جواب مثبت بگیرم چی جواب منفی از او کار خود برای شما میگم. اگر جواب مثبت گرفتم خود همگی را نشان میدیم و اگر جواب منفی گرفتم بازم میگم که خیلی کسای دیگه مثلا امو راهی را که ما رفتم او راه را نره، یعنی چیزایی را که مثلا در او را ما شاید از دست بدیم، مثلا تاوان کنم، ضرر کنم یا وقتم ضایعش نه یا این چیزا دیگه. نمیخوایم که شما او کارا را در او کارا رو بروشنین و وقت خود از دست بدین دیگه. مو هم موریم نرویم کم کم گرم شده. بله، ما پارسال برای شما عزیزانی که زیاد برای ما پیام میداد که در کجا هسته، ویدیو جور نمونی برای یوتیوب، زیاد در یوتیوب نیسته و ما برای شما عزیزان گفتم که ما فعلا یک کار جدید را شروع کردم و اگر در این کار موفق شدم برای شما عزیزان هم این کار را معرفی منم. دقیق مثل یوتیوب که ما یوتیوب را اوایل یا 1 سال خودم تست کردم، شروع کردم، وقتی نتیجه مثبت گرفتم برای شما عزیزان معرفی کردم با ویدیو و با سند و خوشحال هستم که خیلی دوستای عزیز از او به بعد شروع کردن و از این طریق توانستن برای فامیل و برای خود یک منبع درآمد جور کنه. و در موارد دیگه مثل ساخت های بند، ساخت مکتب، ساخت کمک های دیگه، کمک به فامیل های به بضاعت، شما میبینین خصوصا در ولسوالی که ما زندگی نمیم، ولسوالی جاغوری، خیلی ها کمک کردن و حدود تقریبا 500,000 افغانی یا بیشتر در این بندها و فامیل های به بضاعت از طریق یوتیوب دوستای خارجی کمک کردن که واقعا جای قدردانی است و ما از همگی تشکر منم. خب همون قسمی که در اون ویدیو گفتم ما اگر در این کار جدید موفق شدم برای شما از آن معرفی منم. دقیقا حالا بعد از 1 سال ما نتیجه کار 1 ساله، البته 3 ماه 2 ماه اول چه کلا روی ضرر بودم، اونا رو هم برای شما میگیم که چطور من مثلا اول ضرر میکردم، چه کارهایی کردم که ضرر کردم و حالا چه کارهایی را منم و چه تجربیات را گرفتم که روی سود هستم. البته من چینل مخصوصی برای از این کار جور کردم که شما میتونید در اون چینل برین و ما میتونم تجربیات 1 ساله را همراه شما شریک کنم و ضررهایی را کردم هم برای شما نشان میدیم، سودهایی را که کردم هم برای شما نشان میدیم. و اگر شما واقعا علاقمند این بازار هستین و دوست دارین که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنین و در آینده بتونین یک استقلال مالی داشته باشین، میتونین از تجربیات ما استفاده کنین و در آینده نزدیک ما یک کانال سیگنال که شما چی ارزهایی را بخرین بهتر است در تلگرام جارنم و هم یک دیسکورد، یک کانال دیسکورد که در اونجا چیزهای ارزهای خوبی را، ارزهایی را که خودم خرید منم و ارزهایی را که قبلا خریدم و تجربیات را که از بازار گرفتم برای شما عزیزان به اشتراک خواهم گذاشت. خب حالا یک کوچک برای شما دایمی چینل میگم که من از کجا شروع کردم و در اوایل چرا ضرر میکردم. درست سال گذشته وقتی ما از افغانستان آمدم
علاقمند به دنیای ارز دیجیتال شدم. چندان ویدیو دیده بودم. البته برای اولین بار وقتی ما در سوئیس رفتم همراه کریمی و یک بچه امی اونجا است، ما در اونجا امی دستگاه های مثل ATM که است دیدم که شما میتونین از اونجا بیت کوین را نقد کنین. خب برایم جالب بود، ولی متاسفانه که او چانس را از دست دادیم. 2018 بود، بسیار وقت خوبی بود اگر ما مثلا در او زمان وارد بازار میشدیم، ولی متاسفانه او زمان متوجه نشدم و وارد بازار نشدم. ولی بازم دیر نشده. یک مسئله است، میگم مایی را وقت از او بگیریم ممره یالم دیر نشده. و شمایی که امی ویدیو را میبینین، شمایی که مرا میبینین که درباره ارز دیجیتال صحبت مونم، یعنی بفهمین که جز اولین کسایی هستین که در بازار ارز دیجیتال یا وارد میشین یا یک ویدیویی را درباره ارز دیجیتال میشنوین. خب اوایل وقتی ما از افغانستان آمدم یک ویدیو را دیدم در یوتیوب، علاقمند شدم، گفتم باش ما یک کوشش کنم، امی کار را یک کوشش کنم، چون ما یک آدم تقریبا تنبل هستم، در کارهای فیزیکی و اینا زیاد علاقمندم نیستم و نکیدم کوشش کنم که یک راهی باشد که آدم بتونه راحتتر و خوبتر مثلا استقلال مالی پیدا کنه و کارهایی را زیاد دوست دارم که به مکان و زمان بستگی نداشته باشد. مثلا بتونیم در کشور دیگه بریم، یک جای دیگه بریم، اما کار را آدم انجام دیده بتونه بدون که از سر کار غیر حاضر شنی و یا 100 رقم بهانه بیاری که مریضیم امروزی رقم و رقم. خب برای بار اول ما وارد بازار با $100 شدم و یادم میاد که اولین بار ما XRP را خریدم. XRP یکی از ارزهای دیجیتال است. البته فکر کنم در چهارمین یا پنجمین ارز دیجیتال است. البته چند سال، 2-3 سال میشه که زیاد رشدی نداره، چون بعضی مشکلات همراه خود حکومت آمریکا داره که اینا دو کمپانی بوده، یکی ریپل بوده یکی XRP بوده. اونایش را اگر شد در ویدیوهای بعدی برایش میگم. در اون زمان این ارز روی 45 سنت بود به نظرم که ما وارد شدم. زیاد اخبار رویش بود که امو زمان هم میخواست فکر میکردیم که این مشکل این همراه حکومت حل میشه که ما خریدم و این ارز از روی 45 سنت تا 89 سنت رفت که فکر کنم ما پولی $100 $132 شد یا $129 شد. اینا شد. ما خیلی خوشحال شدم، گفتم والله این خوب کار است. یوتیوب اگه ویدیو جورنی باید بیرون بری، باید سفر بری، باید 100 رقم هزینه کنی، این خوبه در خانه فقط از روی کامپیوتر کار مونی، خرید مونی، مفروشی، همه‌اش هم روی سود. که در اون زمان یک دانه میم توکن آمد که به نام شیبا اینو بود. شاید خیلی کسا اخبارش را شنیده باشین. در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون بار یا بیشتر هم سود داشت. یعنی شما اگر در روزهای اول از $100 روی سرمایه گذاری میکردین شاید یالی میلیونیر بودین، 17-18 میلیون دلار میشد. ولی این استثناء است دوستان عزیز که باز در ویدیوهای بعدی میگم که چرا نباید روی میم کوین ها آدم سرمایه گذاری کنه. وقتی این روی بایننس لیست شد، بایننس یکی از اکسچنج ها یا صرافی های خیلی معتبر دنیا است و خیلی رشد داشت، چند صد برابر. یعنی اگر $100 میشتی $100 تا $500 میشد. من فوری XRP رو فروختم، بسیار هیجانی شدم، خریدم شیبا اینو را. و بعد از او چون شیبا اینو امو تیمش، خب چون سازنده شیبا اینو یک مقدار زیادی از توکن ها را به حساب سازنده ایتریوم به عنوان پاداش بود که چی بود انتقال داده بود، ولی او هم نامردی نکرد. وقتی قیمت شیبا اینو خیلی بالا رفت، یک مقدار از این توکن را فروخت و بازار این توکن سقوط کرد و ما تقریبا 70% پول خود را از دست دادم. $130 بود، من بچم $40 من که یا $25 من، خیلی مقدار کم. خلاصه گفتم اوکی دیگه تمام شد، دیگه بازار برای من نیست و لازم نیست که من روی این دیگه سرمایه گذاری کنم. برای یک هفته 2 هفته دیگه صبر کردم، ولی بازم جستجو میکردم چون پول خواست دیده بودم. کمی فکر کردم که چرا این رقم شد، خیلی کسا سود مونه، چرا ما تاوان کردم. بعد از 2 هفته بازم تحقیقات کردم. در اون زمان چلیز هم یک ارز دیجیتال است، کمی خوب بود، یعنی بعضی کسا ویدیو می ساخت و از این سود گرفته بود. ما بار دوم با $500 وارد بازار شدم. وقتی با $500 وارد بازار شدم چلیز را خریدم و چلیز هم یک مقدار سود کردم که در اون زمان بازم اشتباه قبلی را مرتکب شدم. اون زمان بازم یک توکن جدید به نام سیومون می آمد.
سوم گرفتم. سوم اول یک رشد فوق العاده داشت ولی فوری سقوط کرد. ما در بالا در تاپ خریدم، در پایین وقتی پولم تقریبا ما 80 یا بخی 70% پولم پایین آمد، خیلی ورختاشتم، گفتم والله دیگه بسه، این بار دیگه گفتم بسه، 500 اینجا باختی 100 اونجا $600 یک کاری دیگه میکردی، یک چیز دیگه برای خود میخریدی، خیلی سود میکردی. خب دمی فکر بودم که دیگه یک دو هفته دیگه بازم میرخم، خیلی نگران بودم، دور میگشتم، لااقل گفتم وقت برای قنجه دوستا تیر کنم بگذارم، چون دو زمان تازه از افغانستان آمدم، پولم زیاد نداشتم دیگه، اصلا پول نداشتم، همین پول که بود پول کلش مصرف بودم. بعد از دو سه هفته دیگه یک توکن دیگه خیلی سرصدایش بالا شد به نام ریفاینبل. کسایی که واری در دنیای ارز دیجیتال هستن میفهمه که او زمان این چقدر سرصدا داشت، همگی درباره صحبت میکرد، یوتیوبرها درباره صحبت میکرد، در توییتر، در فیسبوک، همه جای میگفت میستر بیست همین بزرگترین یوتیوبر دنیا در پشت از بایننس که دیگه او ما گفتم این دفعه پول دارم شم دیگه، این دفعه گفتم از گیرم نموره. این دفعه پول از یک جای دیگه من قرض کردم $3000 من قرض کردم، با $3000 وارد شدم، گفتم این بار ایره میخرم، این چند صد برابر میشه، پولی قرضی رم میدیم دیگه، خود من پول دارم شم. قیمتی که اینا تیم میگفت این توکن لانچ میشه 0.03 است، میگفت در 0.03 لانچ میشه، شما میتونین از طریق پنکیک سواب بیره سواب کنین. خب ما محمود ساعت را در روی موبایل خو ثبت کردم، گفتم در این زمان باید الارم بده که ما ای را جز اولین کسایی باشم که خرید کنم. خب دمو ساعت دمو دقیقه پیش از اینکه موبایل زنگ بزنه ما خودم متوجه بودم، چون همه فکرم روی همین بود که ما این را از دست ندیم. خب در اون زمان این لانچ شد، در توییتر اعلان شد که لانچ ده، در گروه تلگرامش اعلان شد که لانچ ده، همگی میخرید، این قدر نفر اینجا کوشش کرد که بخره، ولی بجای ای که 0.03 سنت در بازار باید، این توکن روی $8 لانچ شد، یعنی چند اکس بالاتر، چند صد برابر. و خیلی کسایی که بلد بود متاسفانه امو بلد بودن اونا باعثی خیلی تاوان شد، یعنی چون اونا دمو دقایق و ثانیه های اول روی $8 خرید. ما چون بلد نبودم که سیلی پیج از چند بلوم و این چند فیصد مثلا تکس و اینایش را جور کنم در پنکیک سواب میکردم ایرار میداد، سواب میکردم ایرار میداد، سواب میکردم ایرار میداد. خب خیلی ناراحت شدم، گفتم والله ما این فرصت را از دست دادم، اینا داد این رقم شد. بعد از چند دقیقه که در تلگرام گفت باید اسلیپ پیج از روی 12 بلین رقم سواب کردم، خرید کردم. اوکی یالی $3000 را خرید کردم، سالم که 1200 توکن یا چند صد توکن در ما، در حالی که باید اگر 0.0 میشد این چند میلیون توکن در ما میامد، یعنی خریده میتونستم. اوی از او پاس سال کردم که چون در اون زمان گروه تلگرام را رقم کرد که کاربرا چی نمیتونست، کامنت دیده نمیتونست، یعنی نوشته نمیتونست، فقط همون مدیرا میتونست اونجا چی بدیه، چون خیلی کسایی که بالا خریده بود اونا مثلا باید در اونجا اعلان میکرد که اسکم است یا مثلا تقلبی است، تو نخرین، ولی اونا را چون چی کده بود، قید کده بود، هیچ کس اونجا کامنت دیده نمیتونست. خب وقت خریدم سال کردم که پولیم کم شد، مورا 3000 بود، 2700 2600 2500 2400 2000 1700 1600 با سال کردم که همینجا در فیسبوک، در گروه ها، در توییتر اعلان شد که اسکم است، به جایی که روی 0.03 لانچ نه روی $8 لانچ ده، این رقم اون رقم، او جانم لرزه گرفت، پولم پولی قرض، گفتم در بدر شدم. فوری چیکار کردم، روی 1600 فروختم. باز در اون زمانی اینا کانال تلگرام رو باز کرد، معذرت خواهی کرد که یک اشتباهی تکنیکی بوده، این رقم اون رقم ما جبران منیم، پروژه بسیار پروژه موفق در آینده خواهد بود، این رقم اون رقم. در اون زمان سلم که یک نفر تازه هم در مورد از این پروژه پرسان منه که مثلا میتونیم چه رقم بخریم، لیکویدیتی لاک است نیست، توتال سپلای چند است،
سرکولیشن سپلای ازی چند است اینا رو پرسان کرد. ما فوری دی زنگ زدم، خود دیلم درد داشت دیگه. زنگ زدم اول بال نکرد، 2-3 دفعه زنگ زدم باز بال کرد. گفتم تو خیلی توکن نخری، یک ارز تقلبی است، ما این قدر ضرر کردم، تقریبا $1500 ضرر کردم، خیلی ها ضرر کرده. به جایی که روی 0.03 باید لند شونه روی $8 لند شده، این قدر تقریبا 85% امیالی سقوط کرده. خب این نفر گفت نه، گفت تشکر از اینکه در ما تماس گرفتی، من اصلا نمیخواستم خرید کنم، من میخواستم یک طریق اینجا وارد شم و مثل خودت کسایی که نو میومد که نو بیایه برای خرید ما اونا را میخواستم خبر بدیم. باز گفت خود ما از ما سوال کرد دیگه، چت میکردیم، گفت چقدر باختی دی خرید؟ ما گفتم $1500 $1600 شد به نظرم. گفت چقدر دیر میشه وارد بازار دیجیتال؟ ما گفتم 1-2-3 ماه. گفت خب، گفت ما خودم که هستم یک تریدر هستم، باز 2-3 دانه اسکرین شات روان کرد. گفت ما 8-9 سال است که وارد ارزهای دیجیتال هستم و یک نفر را معرفی کرد برایم. گفت اگه میخوای در بازار ارز دیجیتال موفق شونی، گفت $1500 باخته ولی $500 برای یک ماه در این گروه دیسکورد بده، ما برای تو چند دانه اسکرین شات گفت از داخلش روانم، بازم برو روی مو ارزهایی که اینا مثلا گفته صحبت کرده تحقیقات کو، اگر دیدی که واقعا برای خوب است در اینجا پول بده، اول بیاموز یک چیز یاد بگیر بعد از سرمایه گذاری کو. خب ما گفتم والا یکی $1600 در اینجا باختم، $500 در اونجا، $100 در اونجا. گفتم بیشتر یک $500 دیگه هم در بلیش، بازم همین پولی اکاونت خوب بخی تقریبا صفر کردم. $500 دیگه در اینجا یک عضویت گرفتم و در اونجا آموختم. دوستایی که در دنیای ارز دیجیتال هستن متوجه این که همیشه آدم در این فکر است که ما این فرصت را از دست دادم، وقتی یک ارز دیجیتال کمی رشد داره آدم میگه برو میره بخرم که بازم رشد منه، ولی متوجه نیستم که چیزی که به طرف بالا میره یک وقتی زود بالا میره زود پایین هم میه و هیچ وقت ارز یک ارز دیجیتال کامل به صورت بالایی نرفته و هیچ وقت یک ارز دیجیتال، البته روی ارزهای صحبت می‌کنیم که یک تیم قوی داره و یک برنامه خوبی داره، او توکن های شیت کوین و میم کوینی که فقط پمپ اند دمپ است اونا رو ما صحبت ننمودم مورد چی. خب من این جزئیات گرفتم، واقعا خیلی چیزا رو آموختم. اما قسمی که شما در تصویر میبینین ما پولیم که کلی سرمایه بعد از این قدر سرمایه گذاری مانده بود $1600 بود. خب بعد از اون من روی یک ارز دیجیتال تحقیق کردم، تقریبا یک ماه دیگه خرید نکردم، فقط روی امو ارز دیجیتال عضو کانال دیسکورد شدم، تلگرام شه، توییتر شه چک کردم که اونا واقعا حتی در هالیوود رفته بود، همراه خیلی هنرپیشه های مهم صحبت کرده بود و همراه از اونا اینترویو کرده بود و خود یک جای دفتر کلان داشت و خود تیمش می آمد صحبت میکرد و خود را نشان میداد. خب ما بالاخره یقینم ثابت شد و همراه اونام که گفتم اونا گفتی یک تیم صحیح است، یعنی لیجیت است، میتونه روی از سرمایه گذاری کنی. ما $1600 را روی از سرمایه گذاری کردم که اولین سود را برای ما داد. $1600 روی سرمایه گذاری کردم، تقریبا در مدت 1-2 هفته $1600 $3400 شد، یعنی من تقریبا $200 در تاوان بودم. 3000 که اونجا باخته بودم تقریبا و کلی سرمایه که گذاشته بودم تقریبا $200 در تاوان بودم. که بعد از اون ما آموختم که به جای ای که آدم هر روز ترید کنه، هر روز معامله بزنه، به جای از او وقت کنه 1 ماه 2 ماه حتی 3 ماه روی یک پروژه‌ای که واقعا ارزش داره تحقیق کنه، بعد از او روی امو سرمایه گذاری کنه. که بعد از اون ما واقعا دیگه سرمایه گذاری هایی را کردم، همه‌اش نه تقریبا 95% موفقانه بود. البته ما زیاد ترید نکردم، ما برایشون نشان میدیم که البته در چینل دیگه نشان میدیم که ما روی چند دانه فقط در این مدت روی 6 کوین یا توکن ما سرمایه گذاری کردم، ولی روی یک توکنی که ما سرمایه گذاری کردم 65 برابر شد، یعنی ما $160 را سرمایه گذاری کردم، در روی $6500 ما پول را کشیدم. بعدا امو 3400 را ما روی یک توکن دیگه سرمایه گذاری کردم، $31000 ما کشیدم. بعدا روی یک توکن دیگه ما $1000 و چند را سرمایه گذاری کردم، $8000 کشیدم. و
و روی یک توکن دیگه مثلا 1100 دلار را سرمایه گذاری کردم. من 2400 دلار کشیدم و بعضی توکن های دیگه 100 دلار 50 دلار میم کوین ها که مثل گفتم شاید یک زمان مثل شیبا و یک دانشی بالا بره روی از اونا 100 دلار 50 دلار 150 دلار زیاد سرمایه گذاری کردم. خب دوستای عزیزی که اگر واقعا به این رقم یک موضوع علاقمند هستین و میخواین در آینده یک استقلال مالی پیدا کنین، من میفهمم شاید شما به این نتیجه رسیده باشین که دنیای ارزهای دیجیتال فعلا بسیار بزرگ شده. البته نه او قدر بزرگی که ارز دیجیتال لازمه بزرگ کنه، ولی تا جایی است که آدم به این اطمینان میرسه که سقوط کامل دنیای ارز دیجیتال فعلا خیلی دور از انتظار است. یعنی ارز دیجیتال است و میمانه و آینده است و کسایی که با دانش و با فهم و با اطلاعات روی این دنیا سرمایه گذاری کنه حتما میتونه سود خوبی را از این دنیا و از دنیای ارز دیجیتال بگیره. اگر علاقمند این قسم یک ویدیو ها هستین و اگر میخواین سودهای ما، ضررهای ما و ما با چی استراتژی سرمایه گذاری نم روی چی رقم توکن ها، روی چی رقم کوین ها سرمایه گذاری نم، اگر دوست دارین این مطالب را ببینین و بشنوین، چینل جدید مرا کریپتو ویت مهدی را سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی مرا در مورد ارز دیجیتال در او چینل ببینین. خوش و سر حال باشین، سلامت و موفق باشین. خدا نگهدار.